این تصویر ابیگیل و بریتانی هنسل از آمریکاست که بعضیا بهشون انسان دو سرم میگن. ماجراشون واقعا منحصر به فرد و عجیبه، مخصوصا آناتومی یا همون ساختار بدنشون که یک شگفتی بزرگه و همچنین رفتارها و کارهایی که میتونن انجام بدن. پس در این ویدیو همراه ما باشید تا ببینیم این دو نفر چه سرگذشتی داشتن. ابیگیل و بریتانی هنسل که به اونا ابی و بریتنی هم میگن، در 7 مارس 1990 در شهر کارور مینسوتای آمریکا از مادری به نام پتی که یک پرستار بود و از پدری به نام مایک هنسل که یک نجار و منظره ساز بود به دنیا آمدن. اونا یک برادر و خواهر کوچیکتر از خودشون هم دارن. پزشکان در دوران بارداری مادرشون انتظار تولد یک دختر رو داشتن، اما طبق خواسته اونا پیش نرفت و پزشکان متوجه یک مورد عجیب شدن که کودک به جای یک سر دو سر دارد. بله، ابی و بریتنی دو قلوهای به هم چسبیده منحصر به فرد و بسیار نادری در جهان هستند که به اونا از لحاظ علمی پاراپاگوس یا دو سر میگن، به این صورت که دارای دو سر و یک بدن هستند و خیلی ها بر این باورن که اونا دو قلو نیستن و تنها یک فرد هستن، اما میتوانند با هر دو سرشون حرف بزنن. بعد از تولد در اوایل پزشکان به والدین اونها پیشنهاد جدا کردن اونا را از طریق عمل جراحی دادند، اما پتی و مایک هنسل این پیشنهاد رو رد کردند، چرا که ریسک این عمل خیلی بالا بود و شانس زنده موندن اونها خیلی کم. چون این دو دختر با وجود معلولیت جسمی در قلب والدینشون جا گرفته بودند و والدین اونها هرگز نتونستن تصمیم به جراحی کردن اونها برای جدا کردنشون بگیرن، چون این تصمیم به کشتن یکی یا هر دوی اونها منجر میشد. با آنکه میدونستن چه آینده‌ای در انتظار ابی و بریتنی هست، باز هم از پیشنهاد جراحی کردن اونها صرف نظر کردن. مایک هنسل و همسرش پتی صاحب یک مزرعه‌ای در گوشه‌ای از شهر بودن. اونا تصمیم گرفتن برای زندگی کردن به اونجا برن و این امکان رو فراهم میکرد که ابی و بریتنی دور از چشم مردم بزرگ بشن و زیاد در دید مردم قرار نگیرن و از آزار و اذیت کودکان دیگه در امان باشن. اما بالاخره تصمیم پدر و مادرشون درست از آب در اومد و یک تصمیم طلایی و فوق‌العاده بود که راضی به جراحی اونا نشدن، چرا که ابی و بریتنی از زندگیشون لذت می‌بردن و دوستان بسیار خوبی برای هم بودن و آرزویی که این دوتا خواهر داشتن این بود که هرگز نمیخوان از هم جدا بشن و میخوان تا آخر عمر کنار هم باشن. حالا یکی از سوالاتی که در ذهن شما پیش میاد اینه که بدن اونا چطور کار میکنه و چه ترکیبی داره. اگه به آناتومی و ساختار بدن ابی و بریتنی نگاه کنیم، میبینیم که اونا دارای یک بدن مشترک و دو سر مجزا و سینه‌ای پهن‌تر از حد متوسط و دو دست و دو پا هستند. البته اونا در بدو تولد یک بازوی سوم دیگه‌ای هم داشتن که بین پایه‌های گردنشون قرار گرفته بود که با عمل جراحی اون رو برداشتن تا ظاهر اونا بهتر و نزدیکتر به یک انسان طبیعی باشه. و البته جالبه بدونید که هر کدام از اونا فقط میتونستن یک دست و یک پای سمت خودشون رو کنترل و مدیریت کنند و حس لامسه هر یک هم به نیمه بدن اون محدود میشد. اما سوال اصلی اینه که درون بدن اونا با توجه به اینکه بدنشون یکی چطوری ساخته شده؟ بله، باید در پاسخ بگیم در داخل اون بدن هم ابی و هم بریتنی دارای ریه‌های جداگانه و دارای دو ستون فقرات جداگانه و دو قلب و دو معده شخصی هستند و دارای یک کبد و یک مثانه و یک اندام جنسی مشترک هستند. اونا حتی در روده‌های کوچک و بزرگ و خروجی و قسمت انتهایی ستون فقرات هم مشترک هستند. و جالبه بدونید این بدن دارای سه کلیه است که دو تا در قسمت سمت چپ و یکی در سمت راست قرار گرفته. جالبه که بدونید که بریتنی از ابی کوتاه‌تره، چرا که پای بریتنی 2 اینچ کوتاه‌تر از ابیه. اما یه مورد عجیب این که رشد ستون فقرات اونا به صورتی بود که به جای اینکه به سمت بالا رشد کنن، بیشتر به سمت بیرون رشد میکرد و کمتر به سمت بالا. اما رشد ستون فقرات ابی خیلی زیادتر از بریتنی بود و این باعث اختلاف زیاد قد اونا میشد که با عمل جراحی رشد ستون فقرات ابی متوقف شد تا باعث بهم خوردن قد و تعادل اونها نشه. اونا برای زنده موندن و برای اینکه بتونن در آینده بهتر نفس بکشن
در سن 12 سالگی تحت عمل جراحی برای اصلاح و گسترش حفره قفسه سینه خود برای جلوگیری از مشکلات تنفسی قرار گرفتند. اونا از زمان کودکی تا به حالا که بزرگ شدن تونسته بودن توی حرکات با هم هماهنگ بشن و میتونستن از دست و پای خودشون به طور هماهنگ استفاده کنن، به طوری که انگار یک نفر بودن نه دو نفر. اونا حتی میتونستن از دست خودشون برای خواهرشون هم استفاده کنن و در هنگام شونه کردن موهاشون یکی باید سرشو به طرف دیگه خم کنه تا جا برای اون یکی خواهر باز بشه و بتونه شونه کنه. اونا چون خوب با هم هماهنگ شده بودن دیگه هیچ مشکلی برای راه رفتن و حتی دویدن ندارن و کاملا مثل آدمای عادی به نظر میرسن و این هماهنگی باعث شده که حتی در رانندگی هم موفق باشن و هر کدام از اونا گواهینامه مخصوص خودشونو دارن و در کل رانندگی مشترک اونها اونقدر خوبه که دوست پسرشون در هنگام رانندگی اونا در کنارشون احساس امنیت و آرامش میکنه و تا حالا هم هیچ تصادف و حادثه‌ای براشون پیش نیومده. اونا هر روز صبح با دوچرخه یا ماشین به سمت محل کار خودشون میرن. بله، حالا که از کار گفتیم، در واقع رویای بریتنی این بود که در آینده خلبان بشه، در حالی که ابی دوست داشت دندون پزشک بشه. ولی چون اونا به خاطر داشتن یک بدن فقط میتونستن یک شغل رو انتخاب کنن، پس تصمیم گرفتن در آینده معلم بشن. اونا در دانشگاه بتل مینسوتا تحصیل کردن و در سال 2013 معلم شدن و در یک مدرسه محلی به عنوان معلم ریاضی مشغول به تدریس ریاضی شدن و دانش آموزان هم اونا رو دوست دارن و به عنوان دو شخصیت مجزا به اونا احترام زیادی میذارن و با این شغل میتونن ماهانه درآمد خودشون رو داشته باشن. هرچند از لحاظ قانونی 2 نفر و 2 شخصیت محسوب میشن، اما به خاطر داشتن یک تن مشترک به اونا فقط حقوق و مزایای یک نفر تعلق میگیره. ابی و بریتنی به ورزش کردن هم علاقه زیادی دارن، مخصوصا والیبال، و جزء ثابت یک تیم در محله خودشون هستن و جالبه بدونید که اونا در نواختن پیانو هم مهارت دارن. با توجه به اینکه نواختن پیانو به دقت بسیار بالایی نیاز داره، اما این دو بدون مشکل خاصی و به راحتی به نواختن پیانو مشغول میشن و بهش خیلی علاقه دارن. اما یک مورد جالب دیگه این که اونا افکار و احساسات و سلایق فردی و خصوصی خودشون رو دارن و این باعث میشه بر فرض مثال در لباس پوشیدن دوچار مشکل بشن. مثلا بریتنی لباس‌های صورتی رنگ رو بیشتر دوست داره، ولی ابی لباس‌های مشکی رو بیشتر میپسنده. بنابراین دو خواهر مجبورن یک روز در میان به سلیقه دیگری لباس بپوشن تا هر دو راضی باشن. در موقع غذا خوردن هم هر کدوم غذای مورد علاقه خودشون میخوره، چرا که هر کدوم معده جداگونه خودشون رو دارن. و هنگام غذا خوردن بریتنی با دست چپ و ابی با دست راست غذا میخوره که ظاهرا هیچ مشکل خاصی هم وجود نداره و حتی میتونن به طور جداگانه یا به طور همزمان غذا بخورن. بله، اونا به راحتی میتونن دوستاشون رو ملاقات کنن، خرید کنن و با توجه به اینکه در خیابان از طرف رهگذران مورد توجه قرار میگیرن و گاهی به اونا خیره میشن، ولی اونا به این موارد اهمیت نمیدن و همانند یک شهروند عادی با همه رفتار میکنن. اونا به کشورهای مختلف سفر میکنن و به خاطر معلولیت خودشون رو تو خونه حبس نمیکنن. به هر حال اونا به همه فعالیت‌ها مشغولن، از دویدن، نواختن پیانو، والیبال، دوچرخه سواری، رانندگی، شنا کردن و انجام بعضی از ورزش‌های آبی، از سواری، باشگاه رفتن و خیلی چیزای دیگه به راحتی مانند یک انسان عادی. اما همچنان بعضی از کارها هست که ابی و بریتنی رو از عموم مردم دنیا متفاوت میکنه. مثلا یکیش رفتن به توالت هستش که مجبورن با هم برن، نه مثل آدمای دنیا به تنهایی، یا داشتن رابطه با افراد، چرا که این دو مجبورن با یه نفر در ارتباط باشن و این گونه هم هست. بله، اونا فقط یک دوست پسر دارن و اگه این 3 نفر بخوان در آینده ازدواج کنن و بچه‌ای به دنیا بیارن، اطلاعاتشون مخفی خواهد موند و در دسترس عموم قرار نمیگیره و درباره رابطه جنسی اونها که چگونه خواهد بود و از نظر پزشکی چه توصیفی در مورد اونها وجود داره، همچنان اطلاعات اونها مخفی و خودشون هم در این مورد اظهار نظر نکرد. اما به باور یکی از روانشناسان این امکان وجود داره که ابی و بریتنی بتوانند با یک نفر در رابطه باشند و رابطه جنسی برقرار کنند
ولی این امکان وجود داره که در هنگام مقاربت جنسی یکی از اونا هیچ تمایلی به رابطه نداشته باشه و تفاوت دیگرشون با افراد جامعه اینه که هرچند افراد جامعه به راحتی حالت تنهایی رو درک میکنن، اما ابی و بریتنی هیچ وقت حالت تنهایی رو درک و تجربه نکردن و این باعث میشه که اونا هیچ وقت حالت رمانتیک رو نداشته باشن. و آخرین مسئله این که چون مرگ یک روند طبیعی زندگیه و هر کسی باید یک روز بمیره و نسل جدیدی به وجود بیاد، پس در اینجا برای ابی و بریتنی چی پیش میاد که اگه یکی از اونها بمیره دیگری چه خواهد کرد؟ لطفاً جوابتون رو کامنت کنید. دوستان اگر از دیدن این ویدیو لذت بردین لطفاً در این کانال عضو بشین و ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از دیگر ویدیوهای این کانال باخبر شید. ممنون از همه دوستان.